با سلام خدمت شما مشتریان گرامی و حامیان شرکت دانش بنیان فردوس تجهیز. امروز هم این شرکت میخواد یکی دیگه از محصولات خودش رو به شما معرفی کنه. دستگاهی که میبینید دستگاه خوشکن هستش که برای چنبرهای شرایط محیطی استفاده میشه. این چنبرها تو دماهای -70 -60 -40 کار میکنه و وقتی که از سمت پایین به سمت بالا میاد روی خوشکن و دستگاه یه مقدار رطوبت جمع میشه داخل چنبر. ما نیاز داریم که هوای چنبر رو از داخل چنبر بکشیم و از روی سیلیکاژن عبور بدیم و دوباره به داخل چنبر جایگزین کنیم. دستگاهی که میبینید داره 2 تا ستون هستش، 2 تا ستون تقریبا 5 لیتری هستش که 5 کیلو رو هر کدوم سیلیکاژن عبور داده و یه موتور هستش که با استارت این دستگاه وقتی دستگاه از سمت دمای منفی میاد به سمت بالا، این دستگاه هوای دستگاه رو میمکه و از روی ستونها هوای چنبر رو عبور میده و داخل چنبر میریزه و این باعث میشه که اون هوایی که دارای رطوبتی هستش که میخواد روی قطعه روی بردها و بیشتر برای بردسازها این کار لازم هستش که دوای داخل چنبر خوش باشه، اون شبنم روی قطعات الکترونیکی نمیشینه و باعث میشه که ما موقعی که دما به سمت بالا عبور میکنه تا دمای 20-25 درجه این دستگاه توی مدار میمونه و بعد از اینکه دمای چنبر به سمت بالا عبور میکنه قطع میشه و میره برای احیا. دوباره ستون دوم میاد تو مدار و این سیکل تکرار میشه. همینجور که میبینید 2 تا شیر پنوماتیک در دستگاه هستش که برای هر کدوم از ستونها میاد وارد مدار میشه و این طرف دستگاه ما حدوداً 4 تا شیر هستش که اینها به صورت اتومات وارد دستگاه میشن که هر کدوم از ستونهایی که میره به سمت احیا شیر احیاش باز میشه و رطوبتی که سیلیکاژن گرفته داخل ستون میریزه بیرون، دوباره ستون بعدی وارد مدار میشه. این دستگاه باعث میشه که کاملا رطوبت داخل چنبر رو برسونه به 10% و از جلوگیری کنه از هر گونه رطوبتی که روی قطعات و بردهای الکترونیکی یا وسایلات الکترونیکی که داخل چنبر عبور میکنه و باعث سوختن یه برد میشه داخل چنبر در شرایط محیطی. این چنبر میتونه این کار رو انجام بده و این خوشکن کلا هوای داخل رو میاد خوش میکنه. ما امیدواریم با تکنولوژی های خاصی که این شرکت دانش بنیان روی چنبرهای شرایط محیطی ایجاد میکنه بتونیم برای تمام محصولاتی که نیاز دارن به شرایط محیطی و شرایط محیطی رو میخوان در داخل این چنبرها تست کنن بتونیم گزینه خوبی داشته باشیم. تشکر میکنم از حمایت شما از شرکت فردوس تجهیز. با تشکر.